دو ملی پوش کماندار کشورمان از گردونه اردونشینان تیر و کمان جدا شدند. جایگزینی خانم دهقان توسط خانم ساره اسدی و آقای میلاد وزیری جایگزینشون آقای نادر منوچهری میشه برای المپیک. شخصا راضی نیستم. این خبر در شرایطی بر روی خروجی اکثر خبرگزاری‌ها قرار گرفت که زهرا دهقان و میلاد وزیری موفق به کسب سهمیه المپیک لندن شدند. من گفتم خواسته های شما از فدراسیون معنا نداره که رسانه‌ای بشه. اما به راستی علت این جابجایی چیست؟ گفتم خودت اهل تنشی، یعنی خودت دنبالی هستی که بالاخره یه جوری یکی رو پیدا کنی باش درگیر شی. طبق خواسته خود فدراسیون خواسته هامون رو گفتیم، اونا خواستن که ما برنامه بدیم خواسته هامون رو بگیم، ولی متاسفانه یه جور دیگه عمل کردن. هم حرف شنوی نداشتن از سیستم فنی ما، هم بی‌حرمتی میکردن در مسابقه‌هاشون، در حین تمرین در اردوهای برون مرزی. حتی خانم دهقان نتیجه 4 سال تلاشش رو گرفت و به نظر من واقعا تو این 4 سال خیلی زحمت کشید که بتونه به این نتیجه برسه و جزو کسایی بود که هیچ وقت وارد حاشیه نشد و همه فکر و ذکرش تمرین و تیر زدنش بود. گفتن ما با این کادر فنی نمیتونیم کار کنیم، اصلا نمیتونیم، اینها نمیتونن ما رو کمک کنن. یکی از شرایط ما اینه که اینا دیگه نباشن با ما، یعنی در واقع من اینا رو برکنار کنم بذارم کنار. اون متنی که در فدراسیون نگارشگری با دستخط خود شما بود، یعنی تقریبا همین دستخط بود، ولی چرا میگه تفاوت داره با این نامه‌ای که برای آقای افشارزاده نوشت؟ چون این حرف ما اینه، اون نامه‌ای که ما مکتوب کردیم به اجبار آقای شجاعی بود. یعنی خواسته شما رو علیهتون استفاده کردن؟ بله. یک ملی پوش بیاد از 0 تا 100 فدراسیون رو تعیین تکلیف کنه. آقای شجاعی متأسفانه ما حالا از سادگی ما، از صداقت ما سوء استفاده کردن و گفتن که مطلبی که من میگم بنویسید، یعنی ایشون به ما دیکته کردن و ما نامه نوشتیم. وقتی که برای رژه بچه المپیکی رفتم با قرآن رفتم، روی رژه رو با قرآن رفتم. اون قرآنی که دستم گرفته بود اعتقادات من بود، اصلا موضوع حفظ ظاهری را نبود. اون اعتقادم بود که دستم گرفتم و رفتم. الان به خاطر اون اعتقاداتمه که اینجا واسطه‌ام و حاضر نیستم برم المپیک. برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر است به 1 ماه قبل بازگردیم، زمانی که آریامنش به اردوی تیم ملی تیر و کمان رفت. تنها چند روز به مسابقات کسب سهمیه المپیک وقت باقی است. 3 روز دیگه قرار اعزام شم برای مسابقات کسب سهمیه. تجهیزات امروز به دست من رسیده. اونم چه تجهیزاتی که باید من حداقل 2 هفته با اون تجهیزات بعد تیر می‌زدم که بهش مسلط بشه. زهرا دهقان به همراه سایر ملی پوشان به آمریکا محل برگزاری مسابقات رفت و با کسب امتیازات لازم موفق به کسب سهمیه المپیک شد. اما در حین برگزاری مسابقات با خبر شدیم انتقادات ملی پوشان باعث برخورد بد با آنان شده. دقیقاً بعد از اون مسابقه برخورد خیلی شدیدی با من شد. اصلا در نظر نگرفتن که من 2 روز دیگه اعزامم. برای پیگیری موضوع اکبری خرم به محل تمرین دیگر اردونشینان رفت. با کمال تعجب متوجه شدیم دیگر خبری از انتقادات چند روز پیش از مسابقات نیست و گویا همه مشکلات حل شده. شرایط اردو که شکر خدا خیلی خوبه، انداز تغذیه که واقعا عالیه. اونجا همه چی اوکی بود؟ چه داستان چی بود؟ بعد اونا بد میگفتن؟ نه اونا خوب گفتن. نه بعد بد میگفتن. ارسال پیام کوتاهی برای تلفن همراه هم ما را متوجه واقعیتی دیگر کرد. سلام آقای عابدی، امروز از شبکه خبر اومدن سایت تیراندازی برای تهیه گزارش، اما بلا فاصله خانم آبتین و آقای احمدی بچه‌ها رو جمع جور کردن و گفتن آقای صاحبی پیغام دادن که هر کسی بخواد از فدراسیون بعد بگی حق مسابقه نداره و باید بگید که ما حقوق گرفتیم و به فدراسیون به ما تجهیزات داده و فقط از سهمیه‌ای که گرفتیم صحبت کنید و بعد فدراسیون رو نگید. و همین راحتی از ما خواستن که دروغ بگیم. جای اینو گفته بودید شما یا خیر؟ که چی؟ این که آقا این مصاحبات بعد فدراسیون نگید. قطعاً بعد فدراسیون نواس بگن، چون که مسئله خانوادگیمون رو تو خودمون باید حل کنیم، ولی اینکه به این شفافی بگیم ما بعد نواس بگیم و هر کی بگه نواس مصاحبه کن، چون اونجا اختیار دست خودتون بود. بحث ممنوع المصاحبه شدن نبود، بلکه بحث این بود که ما آرامش داشته باشیم در این 1 ماه قبل از المپیک.